بریم با هم نون سیر درست کنیم اما خوشمزه و سالم‌تر. اول یه ظرف میاریم که سیرامونو پاک کنیم. یه دونه از اون کره ها با سیرامون میذاریم روی گاز میپزه. اگرم هنوز میخوای سالم‌تر باشه با روغن زیتون بپز. تا سیرمون میپزه جعفری و پنیر خامه‌ایمون رو با هم مخلوط میکنیم تا به دمای محیط برسه. همینجوری شه آدم دلش میخواد با نون بخوره. خدا نفس چه خبر؟ سیرمون که پخت له میکنیم و به پنیرمون اضافه میکنیم نسوخته ها. چرا تو فیلم ها اینقدر نرمه؟ چرا اینقدر سفت له میشه؟ هنوز درگیرم. بعدم نونمون رو برش میزنیم، جوری کج برش بزنید خوشگل‌تر میشه. مدلی هم میتونید برش بزنید. ولی اون مدلی بهتره، نظر شخصیه. بعد از موادمون میکشیم رو نون، بره تو فرن. 20 دقیقه بعد حاضره. بریم با هم تستش کنیم. خیلی خوبه، ببینش.